السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردهاتو نگور کرده و تعلیم نگرفته. پدرت بردی موندی، فرزندی نا اصلی نا کس پدر شده خاک موند. این قهر نشیش بگه کی قبلگاه رفت، نوبت ماست. بیده آماده شیم، بیده تیار شیم. آخی کی را دیگه فکر میکنیم؟ خانه کرد، هیچه کرده، دروازه کرد، به این وفا نکرده، تمام شد حیاتش. خدای را برد به تگ خاکه. نوبت ماست. بیده که عقل بگیرم. آخی ای بینمازی توبه کنم، ای پاپیراس بنگ توبه کنم، ای قطاری بدان توبه کنم. بیده که دامن رای خدا را بگیرم. آخی پدر بگرمون، مادر بگرمون، دفنتم الاموات فلم تعتبرو. مرده ها را گور کرده و عبرت نگرفتی. حتی پدری خطا مادر تا که از دامن او به وجود آمده به دست خودت به آب دیده میبری میمونی، از عبرت نگرفتی. وقتی از او گشته اومدیم با یک تکه پکه را کشتیم قطعی 4 کسی دیگه، او تکه را قطعی آدمای ننگ نخوردیم. با همه آدمای هم صحبت فیاد کردیم که اونا یک عمره کوتنی اومگن، یک حیات کوتنی اومگن، پاپیراس منن یرگن، عرق içadigan منن صحبتلشکن، zinogarlar منن قول bergan, fohishalar xotinlar منن ziyorat qilib yurganlar منن o'sha nonni yedik. آیا او ثواب در کجاست؟ او خدایی در کجا خدایی میشه؟ او خدایی کلمه خدایی ma'nosini tushunayapsizmi? خدایی خدا uchun qilingan ne'matni aytadi. xudo uchun qilingan ne'matni xudo rozi bo'lgan bandalarga berish kerak. میفهمید معنی گپه؟ خدا خدایی را با آدمایی را میگه که بنده های خدا هن، پاکان خدا هن، امتان محمدی مصطفی هن، حلال و پاکیزه هن. آنها را 40 تشبیاری بسد، 20 تشبیاری بسد. بسیار ریا و آوازه و شهرت نکن. عقل بگیر، فراست بگیر، کورکورانه تقلیدی هر آدم نکن. آیا ما کی همین شهر عظیم همه امینا هر روز گورستان میروند، تابوت خنک با کوچه ها میگذره، کنی عبرت گرفتیم؟ کنی همین شهر عبرت میگیره؟ اگر حاضر خیب ببرا از او کوچه همه امینا میگن ما مسلمانیم. آدم میجوشه، در خیالش نیست که امروز روز جمعه مجلس خدا، درس الهی، ارتگاه این دیگه بز علماء دیگن در فکرشم نیست. بعد اگر پرسش میگه من مسلمان. آزادگی مسلمان بو میشن، بدهن هیچ کس مسلمان نمیشود. الله وعده میکند ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. کسانی که ایمان آوردن و عمل کردند. برای میگفته که کسی بگه ایماندارم در برابر ایمان شکر او اسلام است، نکنه خوفه که ایمان او دست بروه. اصل شاهد برهان نماز است، جمعه است، جماعات است. این است نشانه مسلمانی. أبدأ بذكر الله